برای تمیز دوختن چه کار باید کرد؟ برای تمیز دوختن به دو نکته باید دقت کنید. یک، اینکه موقع دوختن حتما آهسته بدوزید، چرا که مسلط باشید به کار دوختتون. اگه چنانچه چرخ شما سرعت داره و نمیتونید باش آهسته بدوزید، یه دونه یونولید وسط پدال چرخ بذارید که مسلط باشید به کار دوخت. دو، اینکه موقعی که میدوزید به سوزنی که حرکت میکنه اصلا نگاه نکنید. فقط و فقط دقت کنید که خط دوختتون از وسط شکاف پایه چرخ رد شه. همه پایه چرخ‌های همچین شکافی توشون داره. شما حتما دقت کنید که خط دوختتون از وسط این شکاف رد شه. برای اینکه بتونید خوب بدوزید، این سه تا خط رو روی یه نایلون بکشید. تاکید میکنم روی نایلون. سه تا خط صاف، سه تا خط موجدار و سه تا خط زیگزاگ. حتما نخ سوزن رو در بیارید و این خطا رو زیر چرخ بدوزید. هدف اینه که این خطوط سوراخ بشه و ما ببینیم چقدر مسلط هستیم به دوخت و چقدر بتونیم خطوط صاف بدوزیم. این سه تا خط رو میدوزید. خط صاف که مشکلی نداره، راحت میتونید اینو بدوزید. اما خط موجدار با دوخت آهسته چرخ خیلی، ببینید وقتی این خطا رو میدوزید باید آهسته اینو حرکت بدید زیر چرخ که این موجا راحت و تمیز دوخته بشه. اما خطای زاویه دار حتما وقتی میاد این خط رو میدوزید به زاویه یا گوشه که رسیدید، سوزن چرخ توی کار بمونه، پایه چرخ رو میدید بالا و جهت دوختتون رو عوض میکنید. بعد از اینکه این خطوطو که انجام دادید با سوزن بدون نخ، اگه ببینید چقدر مسلط هستید به کار، چقدر خطوطتون تمیز دوخته شده، حالا همین خطوطو بیاید روی یه پارچه بکشید و این بار سوزنتون رو نخ کنید و این خطوطو با چرخ بدوزید. موفق باشید. امیدوارم همتون خیاطای توانمند و ماهری بشید.